اونی که از حق داشتش میتونه بگذره انسان واقعی. واسه مثال میزنم، ما داشتیم حرفا رو میزدیم توی دبیرستانی بود، همین حرفا رو زدم، بعد یه خانم برگشت گفتش که یه لحظه اجازه بدید. بلند شد ایستاد گفت آقای محترم شما مثلا سخنران هستید، مشاور هستید، این حرفا چی به مردم یاد میدید از حقت بگذر؟ آقا بعد شروع کرد گفتن، گفت من به بچه‌م گفتم پسرم حق تو بگیر، حق کسی هم نخور. 3 سال بعد همین خانم اومد یه جلسه ما رو پیدا کرد، گفتش که آقای دکتر یادتونه من 3 سال پیش خدمت گفتم نه من چهره شما یادم نیست. گفت نه من یادم، یه حرفی زدم میخوام درستش کنم. گفت من به پسرم گفتم حق تو بگیر، حق کسی هم نخور. حق گرفتن حرف شما. میگه چند وقت پیش آقای دکتر همسرم فوت کرده 6 ماه. پسر مؤدب و پسر درس خونده من که رو تربیتش هم وقت گذاشتم یه جمله بهم گفته، عمل نکرده، فقط گفته حالمو بد کرده، عمل کنه چی میشه؟ میگه بعد از 40 که گذشته 2-3 ماه گذشته اومده من میگه مامان ببخشید شرمنده مامان این خونه به من میرسه یا به شما؟ ولی من رفتم وکیل پرسیدم میگن حق بچه است، 1/8 سهم مادر. مامان ببخشید اجاره میدی یا میفروشی؟ بالاخره من میخوام ساخت سازی بکنم برای آینده‌ام تصمیم بگیرم. میگه خودمو زدم، گفتم ای کاش بهش یاد میدادم بابا بعضی وقتا بگذر، به خاطر مادرت بگذر، به خاطر اتفاق بگذر. آقا بگذر، نمیگم نگیر، حقته، ولی این دفعه رو بگذر. اینو باید یاد بدیم. آقا یه جاهایی سر خودمون میاد میگن کارما.